او کسایی که درباره باران عبدالرازق همین ویدیو کرده پرتوفتستیان همین گویو که عقل اونها در بین پاهاشون باشه. همین میبرویا و همین عبدالرازق میگه و دشنامی فحش، باران میگه و دشنامی فحش. مردانتون به شما نوجوان مردارا که عقل شما در بین پاهاتونه که در جایی که زنها شما را تماشا میکنن شما اسباب و شرمگاهتون نام بگیره و گپ زنه. آخه مسلمانی شما، جوانمردی شما گیجا شید. واقعا در جوانمردی شما، در همون غیرت و ناموس شما من شک دارم که شما اصلا از کدام طایفه هسته. شما خودتون مسلمان میگیره؟ نخو مردی مسلمان با کدام غیرت، با کدام عقل و تمیز میبروی در پوبلیکا اسباب دست دشنامی فحش میکنی. مردن شما و مسلمان ها به والله قسم نخود تا به همین درجه را پست و فرومایه شده باشه. بعد یه همین کار شما خودتون مسلمان میگی. پیامبری خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید مسلمانی واقعی طعنه کننده، لعنت کننده، فحشگو و بی حیا نیست. ایمان شما در گیجا هست برادرای عزیز. و بس است نخود تو با همین درجه را که همین ویدیو میکنم میبره و دشنامی فحش خدی گپ میزنه. مردن شما و مسلمان های بی غیرت بهتر است والله قسم. خود تو با همین درجه را شما بی حیا و بی شرم شیده باشه که همه اسباباتون در دستون در پوبلیکا بروی دشنام بکنه. عقل شما در بین پاهاتون است. هم یه بار فکر کردی که عقل من در گیجا های. یه بار خودت سوال که عقل تو درم تای پاتا یا که در سر ده. الله شرم بداره برادرای عزیز تو این درجه را شما به شرم و به حیا نشوه. همین شما مردهای بی غیرت و بی ناموس با همین میگه که همین زنها بی حیا شدن، زنها بی شرم شدن. والله قسم شما از همون زنهای بی حیا گذرونده، از زنهای فاحشه در شما گذرونده. مردن شما و مردهای بی غیرت بهتره والله. من شما را مرد حساب نمیکنم والله قسم. مرد اون نیست که همین نام مردی داشته باشه و لباس مردی داشته باشه. اسباباتون در دستاتون دشنامای فحش میکنه در پوبلیکا. از الله بترسید دشنامای فحش نکنید برادرای عزیز.